مادرم حرفی بزن که تشنه لالاییم، من که جان میدم برایت همدم تنهاییم. من همیشه کودکم آغوش تو جای من است، من اگر خوبم دایت پشت دنیای من است. بوسه بر دستان گرمت میزنم شاه دلم، با حضورت خانه روشن میشود ماه دلم. هرچه میخواهد دلم پیش تو پیدا میشود، این همه خوبی چجوری در دلت جا میشود. مادر همه جان و تنم، شوق نفس کشیدنم، به موی تو قسم تویی دلیل زنده بودنم. مادر همه جان و تنم، شوق نفس کشیدنم، به موی تو قسم تویی دلیل زنده بودنم، دلیل زنده بودنم. سلام علیکم بیننده ها، تماشابینان عزیز شبکه شهنان. امروز جمعیت تبریکات شهنان در خاندان شادروان زاکر بابا مهمان هستیم. امروز حاجیانه خالد حاجیانه جشن زادروز دارند. امروز تبریکات همچنان از نام مسافر فرزندشان، از نام عزیزک که در شهر امریکا هستند تبریک میگوییم و با آمد سال نو فرزندانشان را شاد باش میگوییم. همراه شما با هم میبینیم، با ما باشید. با شبکه شهنان ما آغاز کردیم، رفتیم. مادر همه جان و تنم، شوق نفس کشیدنم، به موی تو قسم تویی. السلام علیکم مهمانان عزیز، السلام علیکم خورشید تاباران. همه شما را به خاندان زیبای شادروان زاکر بابا و امروزه مولود خجسته حاجیانه عزیز ما خالدانه خوش آمدتان میگویم. خالدانه زادروز مبارک باشد. انا همین دفعه حقیقتا سورپرایز شدن. امروز شما را از نام همین کلیتان در جنت، از نام دختران نازنینتان و از نام شاه پسر که در مسافر هستند، مسافر فرزندتان که ما قریب یک هفته باز تیاری میبینیم، از نام عزیزکم، از نام همون دوامچی های سلاله شما عبدالعزیز، عبدالحکیم، زاکر بای شما را تبریک میگویم. عزیزکم کتی صحبت کردیم، حاجیانه گفتن حسین جان خودت میدونی چقدر تبریک کردن. مادری من مادری هستند که سر و پا نور دارند، مادری هستند که مهربان ترین زن دنیا هستند. ما در مسافرت با دعایشان سرسبز شده گشته ایستادیم و همیشه بخت و کمال ما را، بخت و کمال فرزندان ما را دیده گشتن نصیب کنند. برایتان میگویم حاجیانه از نام عزیزکم، مادرم را به چشم من بینید، سر و پا نور و صفاست، همگی مهر و وفاست. مادرم را به چشم من بینید، مادری من زیباست. مادرم را به چشم من بینید، جلوه نوری خداست. از برایم یک تاست. مادرم را به چشم من بینید، مادری من زیباست. حاجیانه همین خداوند کریم هم اولین آدمیزاد را آفریده است و بعد از آفریدن زنبانوان گلدسته ها را آفریده است، قیاس کرده به زنها. گفتن عزیزکم مانندی مادرم گلهای شکوفان دنیا را جمع کنید و برایشان پیش پایشان بذارید که جنت در زیر قدم مادران است. و با قرصکای شمایان انمی گلدسته را از نام عزیزکم برایتان تقدیم میکنیم. زادروز مبارک باشد. مرحبا. باز از دل شعر میگویم برای مادرم، از صداقت میکنم جان را فدای مادرم. مهر بیمانند او را سالها پرورده‌ام، مینهم با شادمانی سر به پای مادرم. خدمتش را کردم و نوری سعادت یافتم، چون بهار آراست عمرم را رضای مادرم. همه فرزندان
و درجه های خود رسیدن. با دعای نیک شما حاجیانه صحت سلامت باشید. در نزدیکی پیش از سال نو جشن زادروزی نبیرتان بودستند کدامشان؟ از نامی زاکربای و با همون آمدی سال نو از نامی پدرجانشان از نامی عزیزکه برای عبدالعزیز عبدالحکیم و همچنان زاکربای یک سواد پر از شکلات ها را تقدیم میکنیم برایشان. یک جای تناول میکنن و پدرجان و رحمت میگوین. مرحمت. مبارک باشد. و البته میخواستیم دختران یا شما نزدیکتر استید شیرینی را نزدیکتر بیارن، شیرینی را بریم و از آن تناول کنیم. بعد از آن سخنهای تبریکاتی را برای حاجیانه شنویم. مرحمت. یک جای شیرینی را میبریم از آن تناول میکنیم. بوف میکنی؟ بیا امینه جان بیا بچه بیا. С днем рождения, льются поздравления. Здесь сегодня кайф и танцы без ограничения. Понедельник или среду, мне без разницы, приеду, потому что день особый, на табло календаря. Хоть на Мазде, хоть на Порше, хоть на Жигули до Польши, ничего не надо больше, просто быть возле тебя. Ничего не надо больше, просто быть возле тебя. С днем рождения, льются поздравления. Здесь сегодня кайф и танцы без ограничения. С днем рождения, для тебя пою на сцене я. Ты с годами только лучше, в этом нет сомнения. Я не Пушкин, не Есенин, я стихами не умею. Я могу лишь по-простому, но от сердца пожелать счастья, радости, здоровья, дачу где-то в Подмосковье, чтобы на твоем столетии вновь могли позажигать, чтобы на... روشن می شود ماه دلم هر چی می خواهد دلم پیش تو پیدا می شود این همه خوبی چجوری در دلت جا می شود ما در همه جان و تنم شوق نفس کشیدنم به موی تو قسم تویی دلیل زنده بودنم صدها شیرینی ها را پیش پای مادر بیاریم. تمام شیرینی های نوبتی مرحمت تقدیم میکنیم از نام فرزندان. نبیره ها بدی یک جای میبریم. مرحمت. حاجیان زادروز مبارک. بگذار هر سال تا همه 150 به در آمدگیتون آمدن آخرین تبریک کردن برای ما نصیب کنند. علمی صفی نزدیکان هیچ وقت شما ترک نکنند و در سری فرزندان حاجیانه مادری پر از نور شده گشتن نصیب کنند. خواهران تبریک کنیم مکن. مرحمت. جا تا دنیا بوده نباشه سری از جام و چورت دخترتون با نبره ایوراتون با سری خواهرکای شیرینتون با تا دنیا بوده نباشه الهیم ساق کرده سلامت کرده مایلو عزیز جان تو بیم رحمه السلام علیکم خواهرکای عزیز جانکای عزیز اپیاکم امروز زادروز دارن خواهرک عزیزم الهیم هیچ وقت کسل نشده 120 روی تا دنیا باشه همه وقت صدق مهم به ساق سلامت کرده و شما فقط تنی سیحت خاطر جمعی طلب میکنم حضوری حلاوت منمی زاکر جامع
عزیز جان حکیم جان عزیز جان تو بر رحمت بی تا حرمت کرده گید با رحمتی کلون جیانا کن بی جایی که باشی ساق باش و سلامت باش پنستی بیا کن بیا رحمت. سلامت باشن. حاجیانه شما تبریک کنید از نام فرزندان. مرحبا. السلام علیکم. هم یک کدام خوش آمده به درگاهی آنا جانم بابا جانکم تاغام ینگمو الهیم بابا جان ما جاشون از جنت شدگی باشه. آنا جان ما تبریک میکنم الهیم 100 ساله شوند همه وقت سری منبع دعاگوی شده گردن هیچ وقت کسل نشوند. انومی خوننگیامون بیما جانم مامک جانم خوجینم انومی اکیکم تبریک میکنم همه وقت ساق سلامت گرده. رحمت. Ona جان تبریک کرد. تبریک بیه. خب شد. الحمدلله رب العالمین و صلات و سلام علی رسولنا محمد و علی اصحاب اجمعین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هم یکاتون با خوش آمده درگاه بی جانم با دادا جانم با دادی یکی مهربان ما جایشون از جنت شوه بی یکم با عمر دراز رزق فراز تیم الله مهربانم دو دنیا سعادت شبنه بی جان چینی اتکای ناس کدگید باشه همش برسته عزیز جان رحمتی کلون تو با مو کجا عزت کردی الله مهربانم عزت کنن حرمت کردی الله مهربانم حرمت کنن چی مراد و مقصد داشتگی باشی الله مهربانم رسونن و کجا رحمتی کلون با یک بار بی جان صد بدروی خوش آمده همه یکاتون میمونکوی عزیز حسین جان شما بام رحمتی کلون عزت کرده حرمت کرده الله راضی شوم رحمت همه یکاتون با رحمت. السلام علیکم. هیچی نه بچه زرا میکنه آنا جان تبریک میکنه. آنا جان تبریک میکنه یاد نگه نرگیلی Şadiklerim sıkma keter tanım. میکروفون از زرک نه. Şadiklerim sıkma keter tanım. Gel bulam de kırıp kalsa konum gel. Uxşar dimen asıldan. Uxşar mene min donudan utup tuşar zihni bar. Hocam tebrik mekanım saat barı. Hocam rahmeti kalın. السلام علیکم مهمونای عزیز خوش آمده به درگاه بیملای 100 بدره همه وقت سری منبع ساق سلامت باشه خوش آمده همه جنوبم رحمتی کلون ساق سلامت گردن همه وقت. السلام علیکم هم یکاتون به خوش آمده به درگاهی دادا جانم بی جان صد بدروی تا دنیا باشه سری منبع ساق سلامت گرده الهیم کسل نشوه دعاگویی که ما شده گرده سلامی هر پگوییم شده که جای باشه ساق باشه تو هم رحمتی کلون که که جای باشی ساق باش در پناه الله مهربان باش مهمونکا خوش آمده شما نه هم یکاتون به رحمتی کلون شما هم رحمت کو سلامت باشه. کی اول شعر میخونم؟ شعر سخنه حاجی بایم تبریک کنم Mikizat nade budu. Neyse zlıydı çıkardı. Şut şut tamam şut. Hemen iş bana. عجبا مرحبا. او جونا چینی تو دشتنی تو مرسه مثلا ایواروبا سوق سلامتگاه کرده عزیزم کروش نقش و چینی تو دشتنی توش مرسه رحمت هم مونتون با سلامت باشن. او جونا ایلوی سری بابا فقط ساق سلامت گردن بودگاتو بشکر رحمت. سلامت باشن. تشکر میگویم حاجیانه
الان سرپریسا تیار شدن گیرید ما آماده هستیم برای خرسند کردن شما. میگویند دل کسی را شاد کردن به زیارت کعبه الله برابر است. خداوند کریم همین عملهای ما را به درگاهش قبول کند و مانند شما مادران پر از نور را تبریک کرده گشتن نصیب کند. سرودهای رقصی میمانیم، یک جای رقصیم، خرسندی کنیم. این لحظه ها را نیز باز یک به صحیفه نوی کتاب شهنان جای میکنیم. به همه شما خوش آمدن. مرحمت. سرودهای رقصی برای شما.
عزیزان، خالده حاجیانه را در روز زادروز در روز میلاد عمرشان تبریک کردیم. از نام فرزند مسافرشان عزیزکه، از نام نبیره ها عبدالعزیز، عبدالحکیم و زاکیربای، لحظه های خرسندی رو همراه شمایان به هم دیدیم. با ما باشد با شبکه شهنان.